نگاه دیگر اینه که بله اینا ممکنه یک حمله نظامی به ما داشته باشن، این هم محتمله و خب اون چیزی که در واقع تو گفتار ترامپ اومده و گفته به هر حال ما فشار وارد میکنیم حمله نظامی، اون گرچه عرض کردم مرتب حرفاش تغییر میکنه ولی به هر حال یه رویکرد اینه، یه سناریوی عمده و کلی اینه که بالاخره به ما حمله نظامی بشه. به نظر میرسه اگر این حمله نظامی باشه اون چیزی که امریکایی‌ها دنبالشن یک عملیات سریع کوتاه برق‌آسا و محدود باشد در نگاه خودشون. ولی من همینجا باز عرض میکنم که امریکایی‌ها ممکنه دوباره دچار خطای محاسباتی بشن. حتی کوچکترین ضربه اگر به ایران وارد بشه با توجه به اینکه ما دستور داریم و دست ماشه هستیم و این در واقع هر رفتاری هر تهاجمی رو بلا فاصله پاسخ میدیم، خب ممکنه در واقع اتفاقاتی بعد از اون بیفته که مطلوب امریکایی‌ها نیست. شما مستحضر هستید که امریکایی‌ها پایگاه‌های متعددی دارن که همه اینا در تیررس موشک‌های برد متوسط ما حتی هست، نه موشک‌های برد بلند و حتی پهپادهای کوتاه برد ما هست و بعضی از مواضع اینها رو با خیلی تسلیحات نیمه سنگین ما میتونیم مورد هدف قرار بدیم، مثل همین ناپا. بله ببینید پایگاه‌هاشون در منطقه، در کشورهای منطقه و من با ظرف قاطع عرض میکنم اگر این خطای محاسباتی در واقع از طرف امریکایی‌ها صورت بگیره قطعاً اونگونه که ترامپ فکر میکنه که یک عملیات سریع انجام بده بعد 2 ساعت بعدش هم توییت بزنه که بله عملیات تمام شد و ما دیگه اقدامی علیه ایران نخواهیم کرد، شما کاری نکنی، بله شما کاری نکنی، اصلاً از این خبران نیست و حتما دامنه جنگ کل جغرافیای منطقه رو از رژیم صهیونیستی گرفته تا کشورهایی که امریکا در نزدیکی ما پایگاه دارن